سراتا سپاسی هموتان دکم بو اوی که آماده بون لکنفرانسی روزنامه‌وانی سپاسی کاک امیدی دکم بابت رخصتنی ام روزنامه‌وانه من فرهستونیما لسر هند کشکانی خوم لسر فروکخانی نودلاتی هولر دوال کنفرانسی روزنامه‌وانیم کردیه و سپاسی ایوا دکم که حاضربون خودتان نشان داد. بویا همو کشکان خوم بس ایفور و پیشکشی ایوا برزان دکم بالام 12 ایفور به تفاصیل و سال 2017 و تاکو استا که 2022 مانگی ده کوتاهی مانگی ده پیشکشی همو روزنامه‌وانام کردیه و دوال برزان دکم که کشکان نکنه سیاسی و دوال هر تک به تک ایوا دکم که بدوی کشکان من برون و دنگی من بگیت با او برزانی که استال او سی ایفورا بوتان داخل موا لدوای 5 سال والا بدنگی لآسیا او همو تاوان و نهمتی که بسر من هاتوا لالا یعنی چند برپرسی که امنی و اداری ل پارزگاه هولر ل فروکخانی نودلاتی هولر و من وقت تاکو تاک دلسوز و نشتیمانی و حکومت کم پنام بود دادگاه برز برد وستیم یاسا و دادگاه سرور بید بلام بداخه و لجر فشاری بر پرسان دادگاه و دادوارش نتوانی بریاری درست بدن و موافقانم بو بگرینوا با او شوه سلماندیان که دادگاه و یاسا لسالی لکردستان لسالی 2017 تاکو استا که 2022 لبرجمندی بر پرسان و دست روشتیکان و همیشه لدیجی هجاران و کس بشخوران باید روی داواکاری کم دکمه هر یک لبرزان برس جناب مسعود بارزانی سروک حزب پارتی برس سروک حریم کردستان جناب نجیروان بارزانی برس سروک حریم کردستان حکومت حریم کردستان برس مسعود بارزانی برس سروک پارلمان کردستان که شوین یکی که یاسا لوین در پرورده دبید شوین یکی که یاسا لوین در تربیت دبید برس رواز فایق برس راوشکاری انجمن آسایش حریم کردستان برس لجنه مافی مروف لپارلمان برس لجنه سروکاتی لجنه نوخو و آسایش و انجمن خوجکان لپارلمان و برزان سروک انجمن دادواری و سروک داواکار گشتی و برز سروک دادگاه تحلچونوی نوچه هولر برزان وزیر نوخو و وزیر گواسنو گیاندن سروک دسته برزف کردنی فرمانبرایتی هولر سروک دسته دستپاکی هولر برابر پلیسی هولر حریم و برابر نهشتنی تولیدیجی آفتان و خیزانی لحولر و دوهکوا و رخراوکان مافی مرو و گشت فرمانبران مدنی حریم کردستان به تایبت فرمانبران هر دو فروکخانه سلیمانی و هولر سلا و رزم به پایان قبول بفرمون من فرهاد استونی پیشم فرمانبر مدنی لسر وزارت گواسنه و گیاندن سر به ملاکی فروکخانه نودلاتی هولر لسال 2006 پشمرگه و حمایه فروکخانه مدنی نودلاتی هولر بود تا سال 2009 و لپاش توابونی پروژه فروکخانه مدنی نودلاتی هولر لجر چاودری وزارت گواسنه و گیاندن لسال 2009 بوم فرمانبر مدنی لفروکخانه و لسال 2015 هاوسرگیریم که لگل کارمند کی نشینگه و پاسپورت فروکخانه و لبرواری 29 هفته 2017 لانجام بونی کشه خزانی لنیوان خوم هاوسرکم که کشتکی زور آسایه چون که لنیو هر مالکی کشه درست دبی و هيا بلام هوکاری درست بونی ام کشه به تداخلی بربستانی آسایش فروکخانه بناوکانی وکو برابر آسایش فروکخانه بناوی 3 ساعت بیم و برابر کارگیری آسایش فروکخانه بناوی نون حمیم چون که پیشتر او دو برپرسی آسایش فروکخانه راضی نبون به هوسرگیری من و خیزانم لبر اخلاقی قوماتی لگل من و ارکی فرمانبرایتی مدنی که فرمانبر مدنی فروکخانه لسال 2003 تا کوهست لجر چاودری چری آسایش گشتی و آسایش فروکخانه ده و من و ماوی 5 ساله به همون شیوه که بدل لیاسا و بدل لحر عرف و عادت انسانی و کمالاتی للایه چند کسی که برپرس غدر و ستم بلیده کرد و سکالا لدیش جان تومار کردن در دادگاه دسته دستپاکی و دادگاه انکاوا و دادگاه برزف کردنی فرمانبرایتی وکو برابر گشتی فروکخانه نودلاتی هولر بناوی الف هم میم برپرس کارگیری مدنی فروکخانه نودلاتی هولر بناوی کاف عین میم برپرسی برابری آسایش فروکخانه نودلاتی هولر بناوی 3 ساعت بیم برپرسی کارگیری آسایش فروکخانه نودلاتی هولر بناوی نون هم میم برپرسی پلیس فروکخانه نودلاتی هولر بناوی بیم و عین برپرسی برابری شوفران آسایش فروکخانه نودلاتی هولر بناوی نون عین
و 4 کارمندی آسایش 4 کارمندی که آسایش که لجر فشاری اوان سکالا سرم تومار کرده که لایان مرجع خویان ل آسایش گشتی ل انجام داد لبرواری 16 4 2019 کارمند که آسایش گشتی لایان مرجع آسایش گشتی که خوی بناوی لجنه و وظیفه افسری به پله نقیب بناوی حنون به ناسنامه لبش یاسایی فروکخانه لبش یاسایی فروکخانه بانگیش مینیان کرد. بله جانم. اگه با کورتی است داواکاری چیه چه تو او دور درجه پیامکت با کورتی بگه نه داواکاری چیه کاک من اوان لسال 2017 تا کوستا غدر ستم برام دکن لا ایشکشم دور خستن لبروی که من سکالا سر دو برپرسی آسایش فروکخانه کردم ام دو برپرسی آسایش فروکخانه لحزب زور بقواتن و انجمن آسایش و آسایش گشتی پشتی اوانه دگیره و چندین جاریش نناو کارکی خوب که هیچ پیوندی به فروکخانه نیه تهدید حرشم لده کردن و داگوتن که باید وازده سکالکی خوب بینم منش پیان گوتم که من یاسا سروره و دعوا دکم که یاسا سرور به موافقان خوب دادگاه ورگرم بلام اوان هستان برپرسانی فروکخانه لدجی من هانیدان وکو برابر گشتی فروکخانه وکو برابر کارگیری فروکخانه وکو برابر بش یاسایی فروکخانه و حتی پاراستنش حتی موضوع که لوی باشتزانی پاراستن ما داره نابی هیچ میدیا که قصه بکی با تایبت انارتی لبری که 6 ماه تیبر بی خلق هموتش لبیر دکن اما قصه پاراستنه هر چی قصه که دکم اما با بلگه و قصه دکم با توماری ویدیو با توماری دنگ با بلگه با نوساوی رسمی کن با شاهد عینی حتی چندین جارش لآسایش گشتی بانگشم کردن بود تنازل کردنی سکالکا خوم لسر او دو برپرسی آسایش که واز سکالکان خوم و موافقان خوم دادگام نینوا اوان پیم گوتم بلگه ساخته لسر درسته کی من پیان گوتم به چه بلگه کی ساخته چون من داخل سجنوا اوان پیان گوتن که کاکی من بلگه ساخته لسر درسته کی بالفعلیش دو جال بلگه ساخته لسرم درست کردن به ماده 7 دنیجه خزانی که به واسطه خزانه من و به ماده 229 که 4 کارمندی آسایش عجیلیان کردن که سکالا سرم تومار بکن دواتر او 4 کارمندی آسایشش دان به توانکان خویان دان که لجر فشاری او دو برپرسه سکالا سرم تومار کردن ویدیوی امنی خودی فروکخانه شه و خودی ویدیویی که من با کامیله خوم گرفتی و آوانش ندازانی اما هیتم هر دو کشیان مقایسه بکن بزنه چی گوتیمه چی نگوتینه اوان گوتینه به امری برپرسان اما سکالا سرم تو کردین و آمادش نبون ناو محکمه که 2 سالیش ناو محکمه هاتم روشتن و ماموی 21 روز و 3 ساعت امن سجن کرا دواترش اوان دیدن که امن واز اسکالکای خوم ناینم امری کردن به برابر کارگیری فروکخانه شخصی که باور بکن شخصی که برابر کارگیری آسایش نه برابر کارگیری مدنی فروکخانه نودلاتی هولر کسی که گندل کاره لسال 2003 تا کو است معلوماتم لسری کم کردوا که چی به فرمانبران دکد چی دکد به فرمانبران به امر آسایش فروکخانه فرمانبر هبوا چشه عائلی هبوا بجوره کی تعدیل کردی که حتی خوی نقلی وزارت گاسنو گاندم بکن لپاش 5 سال و گرایت و حتی لفروکخانه و پی گوتم بو چوات لیدیا گوتی هیچ دسالتم نیه چی بکن برام برای وان تحدد کم لسال 2003 ل 500 موظف مدنی لفروکخانه تا کسی که آها جرأتی هیل برانبر کامیلا برانبر یاسا برانبر حیزکان بو صدمت تنیا بو باورتان نکن برام بپرسن کسی که هبو لفروکخانه سکالا لسه برپرسانی آسایشی بکن لسال 2007 کاکی من اوان چی کردن که سکال دست بردن لجان شخصی منش به پی یاسا کاکی من یاسا سرور سر هر کسی هیلانه کی با هر کسیش بید یاسا سرور کاکی من با هر کسیش بید اوا هاتم لدسته دنزعی و دسته محکمه انکاوا ولا دسته برزف کردنی فرمانبرتی سکالا لسه تومار کردن کاکی من لسر او سکالا کم اوان هستن لآسایش گشتی بانگشم کردن که کاکی من لبش یاسایی فروکخانه کارمنده که آسایش هات ل 16 4 2019 که به پله نقیبه ولا همان شخصیش لآسایش گشتی بانگشم که باید تنازلی بکی که اوا کچی فلان کسه کچی شهیده کری فلان کسه آسایش گشتی و انجمن آسایش پشتیان بر ندان لبری که تو موظفی اوان افسره بویا یک لوان بابیان لسر کرده که حزبی زور نزیکه و اوی دیتر نزدیک لسروک حکمت واش باید تایبت لسروک حکمت دعوا دکم بیت سرخط و کشکانی من حل بکن نه حل که اوی که بانگشم بکن صلحی بکن چون لسال 2017 تا کو اسا همون ریگای صلح بکارینا ایتر مجالی صلحی نموه و من دعوا دکم همون کشکانی خوم
لە ڕووی محکەمەوە لە ڕووی یاسەوە بگەتە دەستی من